زندگی خود مبارزه است. در مبارزه برای حیات تنها افراد غالب می آیند که سالمند. سالمی جامعه را علم طب و طبیبان تأمین می نمایند. Вы сами свидетели того, что сейчас весь мир охватила пандемия COVID-19. И одна из самых востребованных, самых наилучших профессий – это медики. واقعا هم برای دکتر شدن شخص باید در جایی تحصیل نماید که دانش و ملکه‌اش افزوده با آموزگاران پرتجربه پای دریافت علم‌های نوین باشد. Учебный центр Дастгири является одним из самых лучших, самых продвинутых центров, в котором сосредоточены наилучшие преподаватели, которые имеют возможность подготовить всех желающих поступить в медицинский вуз. تأسیس مرکز آموزشی دسته اعلا از جانب نفران پرتجربه، شخصانی که علاقه در جاده خود موفق گشتند و پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه جهانی بلند برداشتند تأسیس داده شده است. وقتی که من خودم طلبه بودم، طلبه مکتب پرزیدنتی ناحیه دنقره تحصیل کردگیم، من با 15 مدال مکتب ختم کردم از فن خیمیا. شخصا خودم من هیچ انتظاری نداشتم که از ولایت سوق از کوهستان مسچو دو طلبه خیسته به نزد ما میاد، لیکن در حقیقت همه چیزام شد. من بسیار خرسان شدم، حقیقتا بسیار خرسان شدم. سایر کوشی حقیقتی اینا پسر من خودش همین خیلی به یگون مبلغ به یگون چی خودش گذاشت. فرزندی من мединститут ройгон гузашт. آرزوهای من عملی شد. میخوام که همه پدر و مادر مواری به امید بیارن فرزندشون رو بسپارن همین بارگاه علم و معرفت به نصیب نمونن. روز تو روز والدین شاهد آن میشوند که در حقیقت زحمت و تلاش های شبانه روزی آموزگاران و خوانندگان نتیجه داده به آرزوهای خود آنها رسیده ایستادند. در اینجا در مو شرایط به نهایت نغز است. در هر یک سیمخانه دستگاه الکترونیک، کامپیوتر برای هر یک کودک کامپیوتر دسترس است. رهبریت مرکز آموزشی کوشش میکنند که در همه مورد درباره والدین باشند. ما کوشش میکنیم که یگان پدر و مادرمو از همون ناراضی جواب ندیم. Рекомендую настоятельно готовить своих детей именно в этом центре, потому что высокая гарантия того, что ребенок поступит, уже обеспечена. امیدواریم در آینده نفرانی زیادی به این درگاه آمده تحصیل علم نموده به دانشگاه طبی داخل شده به خلق و وطن خویش صادقانه خدمت می نمایند. من در کجایم؟ همه‌اش گذشت استاد. با من چی روی داد میمتی؟ استاد تو سخت خسته شده بودی. من چی زمان خوابیدم؟ مدت خیلی طولانی. طبیبان گفتن که اگر بیدار شوی آنها را جغ زن. نه خوبم. خودت چه حال داری؟ آهسته آهسته به خود می آیم. من وقتی که در اینجا بودم چی روی داد میمتی؟ من نمیفهمم چطور آن که امنیت قراخان را تامین کردن نتوانست میتواند که برای باران شدن دعوا کند. تو مرا چخیل حیث میکنی قلیچ. قراخانلی ما را نه برای آن کشتند که او را بد محافظت کرده بودند. این را بهتر از همه
مدعی تجربه دار و از همه کلانسالتر به منصب بران جناب زیا میداند. قرخانلی را آن قوه های کشتند که میخواستند شورای ما را خراب کنند. من نمیفهمم که چرا جناب زیا بران شدن میخواهد. او آخر تمامی کارها را کرد تا شورای ما را نیست کند. شما آن را خراب کردن میخواستید. شما قرخانین را به سمت خطا بردید، به گمراهی بردید. ما چند نفر بودیم و نگر که چند نفر ماندیم. این تصویر مرا غمگین می‌سازد. با جای اون که بعد مرگ قرخانلی باز هم بیشتر متحد شویم، ما برای منصب بران جنجال میکنیم. تنها دشمنانمان جنجال‌های ما را میخواهند. من نامزدیم را پیشنهاد میکنم تا اینکه همه ما را در چنین روزهای دشوار متحد سازم، دوستان ما را شاد گردانم و دشمنان ما را محو نمایم. ساموئل اگر نامزدیش را پیشنهاد نمیکرد این کار را من میکردم. او جایگیرشوی قوه های بیرونه را از ما بهتر میداند. ما چی آن را انتخاب میکنیم که از همه بیشتر میداند؟ هر کس اگر نامزدیش را پیشنهاد کند ما بر آن را انتخاب کرده نمیتوانیم. البته هر کس میتواند که به طور گشاده عقیده‌اش را بیان کند و نامزدیش را پیشنهاد نماید. تو نیز دعوا میکنی نظام الدین؟ نه، من دعوا نمیکنم. برادران، در اصل باید جناب زیا قرار گیرد، چون که او از همه کلان سوالتر است. فکر میکردم که انعنه‌ها از همه مهمترند، لیکن میبینم که حاضر ما آنها را ویران میکنیم. یک راهی خلاصی هست. بیایید بینیم که چقدر دعواگران هستند، بعد با آوازدهی شروع کنیم و میبینیم که نتیجه چه میشود. من داوطلبم. کلیج داوطلب، ساموئل داوطلب. باز خواهشمندان هستند؟ کی بران شد؟ من از کجا میدانم استاد؟ شنیدم که همه خیلی پیچیده است. تونجای قرترچی به زیارت اومده بود، ما کمی صحبت کردیم. او گفت که لزیا تجربه ناکتر است. احتمال او را بران انتخاب کنند. قلیج چی؟ او در مورد وی چیزی نگفت. قلیج آمده بود. دختری قراخانی هر روز می آمد. الیف هر روز می آمد. معلوم می شود که بسیاری ها ما را دوست می دارن. عموما ما همشون تشویش می کشیدیم، لیکن دختران گفتن که تو شفا می یابی. تو درباره جنایت یگان چیز فهمیدی؟ قاتل را دستگیر کردند. او حاضر در محبس است، اما دیگر هیچ چیز معلوم نیست. من بسیار آدمان را پرسیدم و طوری که معلوم شد این مرد یک نشأمند اشدی بود. این کار را او نکرده است. لزیا اگر بران شود حال ما چی می شود؟ سنگ گوری قرخانلی ستون یاد بود گردید. چی فرق دارد که کی بران می شود؟ کار خیلی جدی است میمد. من مدعیم. برای همین میخوام که آوازدهی را شخصی عادل ترین در بینمان برادر نظام الدین گذراند. البته. کی جناب زیا را طرفداری میکند؟ جناب زیا با این کرسی سزاوار است. دو آواز، از آن جمله آواز جناب زیا. کی طرفدار قلیچ است؟ قلیچ معاون محترم قرخانلی است. او تجربه دارد. او بیشتر از همه ارزنده پوشیدن این کرته آتشین است.
با آواز جناب قلیچ دو آواز. کی سموئیل را طرفداری میکند؟ من گفته بودم که و تمام مدعیان باور دارم آنها از اجرای این کاری مشکل میبرایند، لیکن هیچ کدام ما آن آدمان را نمیدانند که آنها را سموئیل میشناسد. او ما را به دنیای باقی مانده متحد میکند. من به این باوری دارم آنگاه کارهای ما باز هم بهتر خواهند رفت. دو آواز از جمله سموئیل، لیکن تنها من هنوز آوازم را استفاده نبردم. ممتی، من باید با تو صحبت کنم. استاد، میخواهم که تو بدانی من خطایم را فهمیدم. من در این بارا نمیگویم ممتی. برای این را فهمیدن تو تمام استخوان‌هایت را شکستی. تشکر برای سلیم استاد. ممتی، من به تو گفتن میخواستم که برم استراحت کن، صحت شو، زن بگیر، کودک دار شو. ما حالا کارهای زیاد داریم، باز این که آنها خیلی زیادن. اویلا برای ما نیست استاد. باید آن کارهایی رو بکنیم که باید اجرا کنیم. تو به اداره برو، به هر کدام سپارش بده. آنها احتمال الکی آرام شدن. خوب استاد، تو به نزد الیف می روی؟ او باید به اینجا می آمد. نه ممتی، کارهای دیگر دارم. من باید قرار برارم. استاد، ما کی هاست که لعنت مردممان را تحمل میکنیم؟ چرا تو شخص اساسی نمیشوی؟ تو رو همه دستگیری میکنند. تونجای، حالا، قلیچ، فرصت در دستی توست. برای همین حتی لحظه نیست تو رو دستگیری میکنند. من باید بران شوم ممتی. چرا نه اکا؟ از شخصان نامبر شده کی از ما تواناتر است؟ اگر در مورد سن و سال گپ زنم، قراخانلی در کدام سن و سال بران شده بود؟ من به این هم توجه دارم ممتی. تشکر عبدالحی. شفایابی مبارک. شفایابی مبارک. شفایابی مبارک. مبارک شود. مبارک شود. هممان را محترم محمد قراخانلی متحد کرده بود. متاسفانه ما او را از دست دادیم. فکر میکنم آنی که به کرسی قراخانلی میشیند باید پیش از همه قاتلان او را پیدا کند و آنها را جزا دهد. لیکن ما 3 مدعی و 3 آدم آنها را دستگیری میکردگی داریم. این باشد معنای آن را دارد که قاتلان محمد قراخانلی یافت نمیشوند و حتی شورای ما نیز کارش را ادامه داده نمیتواند. بران نو باید چنان قدرتی داشته باشد تا که ما را متحد کرده تواند. با دستگیری تو امکان دارد نظام دین، چون در این حجره جمع آمده ایم تا بران را انتخاب نکنیم از اینجا نمیبراییم. این مجلسی برادرانمون است جناب زیو. هیچ یک برادرمون با برادر دیگرمون فشار آورده نمیتواند. من همتان را دستگیری میکنم. شما ملکه های مخصوص دارید. ما اگر به مصلحت نآییم پراکنده میشویم، نه اینکه متحد میگردیم. برای همین
من حالا آواز نخواهم داد. من آوازم را به آن نمیدیم که 3 آواز بگیرد. همین طور اکثریت ایجاد خواهد شد. لیکن من آوازم را به یک شرط میدیم که اگر 3 برادر دیگر ما را جمع آوریم، بله، این جلسه برادران است. شورا به برادری نمی شود. این ناممکن است. نمیتوانم آنی به نظر نمایم که هستم. نمیتوانم آنی باشم که به نظر میرسم. ترسیدن لازم نیست. پاکو در دست شماست. اپا، در اینجا شرمنده شدیم. هر روز در دستمون گل. با اکی پولوت هیچ چیز نشده است. پس چرا او در بیمارخانه است؟ به حیاتش چیزی تهدید نمیکنه. همه گل را دوست می‌دارد ایرین. هم مردان و هم زنان، هم مافیاس‌ها و هم ادوکات‌ها. خدایا توبه. همه در کجایند؟ شاید حادثه روی داده باشد. پولاد علمدار کجاست؟ او را جواب دادم. او با ما حتی خبر هم نداد. گلها رو چیکار میکنیم اپا؟ با اداره اش میبریم، باز هم شرمنده اش میکنیم. خوب قلیچ، خانه که آمدی صحبت میکنیم. چه حادثه روی داده است مادر؟ هیچ چیز دخترم. با تو هم سوال دادن ممکن نیست ها؟ تو اگر کمک رسانده میتوانستی به تو میگفتم این به کاری پدرت دخل دارد. پدرم به ما تنها یک کار گذاشته است، این افی است. باقی به ما لازم نیست. جا به جا گذاری قوه ها مبارزه برای حاکمیت پدرم را از بین بردن.
باز این که قلیچ در پهلویش بود. تو باشی تو حال با او باور داری. باور کن صفیه، اگر برای نجات دادن پدرت جان رو بخشیدن لازم می آمد، قلیچ به دو دلگی این کار رو هم میکرد دخترم. ببخش مادر، لیکن اینها گپای خشک و خالی هستند. فداکاری او هیچ چیزی رو تغییر نداده. لیکن اکنون برای ما و اف مبارزه میبرد دخترم. این هم کفایه است، کفایه. مانده نباشید. تشکر. پدر عمر در خانه نیست. مادر نظیفه چی؟ آنها همراه برآمدند. به فکرم به تعزیه رفتند. کی مرده است؟ من تصادفاً شنیدم، به فکرم به خانه پدر حقیقی علی رفتند. ای پسرم، اون اسباب را به من بده. مرحبا. عمر پدر، من نمیدرایم. چرا پسرم؟ این هم تعزیه است. آنها مرا نمیشناسند. من در اینجا میمانم. خودت میدانی پسرم. علی اگر در همینجا میبود این همه روی نمیداد. خوش آمد. خوش باشید. سلام. همدردی اظهار میکنم. همدردیم را قبول کنید. همدردیم را قبول کنید. تشکر. خوب شد که شما هم آمدید. خواستیم به اندوه شما شریک شویم. شما خیلی مهربانید. زحمت کشیدن لازم نبود. خیلی زیبا است. علی، همه اکنون باید نیرویش را جمع آورد. باید هوشیار باشیم. هیچ کس خطا نخواهد کرد. به هیچ کس رحم و شفقت نخواهیم کرد. روزهای وزنینمان را از سر میگذرانیم و اونها برای اکهمان مخصوصا وزنینند. این ایامی مهم است. هممون او را دستگیری میکنیم. الحال که نیرو داریم، تا دمی که نفس میگیریم تا آخر مبارزه میبریم. آکه ما امنیت را تحکیم بخشیدیم، لیکن کی دوست و کی دشمن است نمیدانیم. آنها را نامبر بکن تا ما در یگانجا خطا نکنیم. دوستانمان معلومند، آنهایی که در اینجا نشستند. دشمنان نیز معلومند، آنها در اینجا نیستند. آنها اگر آیند شما این را میفهمید. صادق، تو برای آنها جوابگری که در نزد در می ایستند. مایلش. میرزاد، عدنان، شما برای امنیت در اینجا مسئولید. مثل پیشینه اکا، تشویش نکش.
ердаган ва пирнюз бо ман хоҳанд буд. фаҳмо ака. абдулхай ва дастаи шахси ӯ ҳамеша дар паҳлӯи ака хоҳанд буд. маро аз кор озод мекунед ака? ту дар ин ҷо сардор хоҳӣ буд. нақл хоҳӣ кард ки кӣ чӣ кор мекунад. фаҳмидам ака. ман охир рақами сеюмам. онҳо бошам фаҳмида наметавонанд. шояд ба онҳо мефаҳмонед ака, то ин ки ҳеҷ кас худашро гум накунад. мо рақам надорем мирҳан. шумо ҳаматон сифр барои як воҳид ҳастед. ака то дар мавриди кори ман гуфта тавонистӣ? ака, хонум адвокат омад. рӯзи ҳамаатон хуш бод. хуш омадӣ. пуло дар утоқаш мематӣ? ӯ ҳанӯз наомадааст. ӯ охир дар беморхона набуд? ба ногоҳ кораш баромад. беҳтараш дертар биёем апа. не, ман интизор мешавам. шумо агар зид набошед албатта. ту чиҳо мегӯӣ? марҳамат, гузаред. офаридагори олам мегӯяд ки касе ки дар ин дунё ақаллан як қатр кори савоб кунад, дар он дунё барои он хайру манфиате мебинад. аммо касе ки ақаллан як қатра ҳам бадӣ кунад, барои он ҳатман ҷазо хоҳад дид. худованд чаро дар ин бора ба мо мегӯяд? ӯ моро огоҳ мекунад духтарам. ба зиндагиамон назар андохтан лозим аст. дар он чӣ қадар некӣ ва чӣ андоза бадӣ мавҷуд аст. пас мардум чаро бадӣ мекунанд? эҳтимол ба шафқати худованд умед мебанданд. бисёриҳо ба шафқат умед баста бадӣ мекунанд. оё кӯдак метавонад ки барои аъмоли падару модараш ҷавоб гӯяд? ӯ ҷавоб намедиҳад. лекин агар ӯ бегуноҳ бошад, ҳар пораи нони хӯрдашуда ӯро ба сӯи ҳамон хислату ҳамон иштибоҳ мебарад. насл аз паси насл муздро таъин мекунад, айнан ба мисли дигар амалҳои нек. падарам, ман шуморо сахт интизор будам. рост ман модари эфеам шумо бошед аз алӣ. ман 1.5 соламро бо писарам сипарӣ намудам. шумо бошед 25 сол бо ӯ зистед. худоро шукр ки ӯ дар чунин оила ба мисли шумо тарбия дидааст. ташаккур. шукри худо иқболамон баландӣ кард ки мо худамон ва алиямон нони бо меҳнати ҳалол ба даст омада мехӯрдем. шубҳа надорам ки шумо чун модар ба ӯ шири ҳалол медодед. дар дигар динҳо фарзанди гунаҳкор ба дунё меояд? худованд ҳеҷ чизи бад намеофарад. холиқи бузург аст. ӯ ҳеҷ чизи баде намеофарад. хуб ё бадро мо баъдан интихоб мекунем. шумо агар ба хотири ман омада бошед, метавонед ки ором бошед. ман ҳеҷ кори баде намекунам. ман на барои ин дар ин ҷоям. шумо хеле шуд ки дар ин ҷо кор мекунед? бале. шояд чунин чизҳоро намепурсанд, лекин бароям хеле ҷолиб аст. шуморо чӣ хел ба чунин корҳо мегиранд? моро интихоб мекунанд.
شما خودتون می آید و یا آنها شما رو پیدا میکنند؟ آنها اگر شما را نشناسند شما کار کردن نمیتوانید. اگر مخفی نباشد بگویید که شما اویله دارید؟ نه. شما هیچ گذر نگرفته اید؟ نه. کودک و چودک و غیره و هاکذا در زندگی ما این چیزها نمیشوند. درست، این دشوار است. انا من با اینجا آمدم، در باغ ششتم. آیا میدونید که من کیستم؟ در کجا زندگی میکنم؟ خالنامه‌ام چگونه است؟ من کیستم؟ چیستم؟ از کجایم؟ دانستن همه آنهایی که در تماس میشود کاری ما است. شما در کوچه از اربابمون پرسیدید مگر ما را از کجا میشناسید؟ شما آخر تلویزیون را در میگیرانید و میدونید که در آن چی را نمایش خواهند داد، همین طور نه؟ فهمه، لیکن شما اگر چونین دقیق کار میکنید چرا چونین انسان بزرگ به مثل محمد قرخانلی را کشتند؟ تا حال خاموش است. شاید به آدمانتان زنگ میزنید میفهمید که او در کجاست. اگر بند نمی بود تلفنش را روشن میکرد. او از بیمارخانه به کجا رفته میتوانست؟ آخر نوکک به پایش راست شد. حال اکم خیلی خوب است. خیلی خوب. من گلها را به بیمار میدهم. وقتی اومد بگوی که من اومده بودم. در چنین دنیا بودن و عاشق شدن این آخر تیری دیدو است. گپ را بس کن، این گلها را بگیر. من او را البته در نزد در نمانده بودم، لیکن در این منطقه دیگر هیچ چیزی نیست. تو حالت بنا را میبینی، چی در هوا پرواز کرده رفتند. اگر در اینجا جمع آمده باشند در اینجا هیچ پایی نیست. سرگین کبوترها، تاری تارتنک. به اینجا سالیان دراز کسی ندر آمده است. هر جلسه در استانبول میگذشت؟ نه، آنها زود وان نمیخوردند. به فکرم تا این 2 سال پیش جلسه دایر شده بود. و اون در کجا بود؟ به فکرم آن در امریکا دایر شده بود. او به کانادا رفت تا صفیه را خبر گیرد. شاید در همانجا از مرز گذشته بود. این همه ساخته است. جلسه در همین جا گذشته است. سپس آنها آن را به این حال رسانیدند و این بار اول نیست. آنها کیستند؟ چه انسان هایند؟ محمد قرخانلی اهل مسانیه بود. آیا مسانیه جنبه پنهانی نیز دارد؟ از من بپرس و تو گویم که کی مسان است و کی نه. در این جلسه نفرانی نیز بودند که محمد قرخانلی را می شناختند، از شورا و یا از نزدیکان شما. نمیدانم. تو به کی اشاره میکنی؟ تو تخمین میکردی که ساموئل ونون میتواند که مدعی مقامی بران گردد. نه، ساموئل میتواند که در این کار دخل داشته باشد.
هر کس می تواند باشد و شاید هیچ کس. این به ساموئل چی لازم است؟ او هیچگاه با قراخانلی بحث نکرده است. لیکن قراخانلی مرد و ساموئل زنده است. ما همه زنده ایم پولاد. من هیچ چیز رو در نظر ندارم، تنها میپرسم و خلاص. از احتمال دور است، لیکن در مورد آن انسانی که قاتل است همه چیز را فهمیده میگیرم. آنها شاید یگان ایزه گذاشته باشند. ما قلیچ را برای اعلان کردن وصیت‌نامه انتظار خواهیم. لازم نیست، تمام خانواده‌اش اینجاست. انتظار میشویم جناب نظامی‌دین. او به زودی می آید. طوری که خواهید. شما چرا از آوازدهی خود را کنار گرفتید جناب نظامی‌دین؟ حاضر وقت این گپ ها نیست نرگس خانم. میخواهم که شما را سفید کنم، لیکن من باید فکر شما را فهمم. من فکرایم را به برادران هم گفتم. من اگر آوازم را میدادم هر کدام آنها برام میشد. 3 آواز زدی 2 آواز میشد و ما تنها یک نتیجه به دست می آوردیم. 3 مقابل 4. این معنای تقسیم شوی را دارد. من شما را میفهمم. هیچ کس در چنین شرایط تقسیم شدن نمیخواهد. اما من باور دارم که شما اگر قلیچ را دستگیری کنید این به دیگران تأثیرات میبخشد، مخصوصا به آنهایی که نامزدیشان را پیشبری نکردند. 2 مدعی دیگر ساموئل و جناب زیا، ما از آنها دست کشیدن نمیتوانیم. گوش کنید بانو نرگس، شورای ما با دوستی اساس یافته بود، نه اینکه با حسابهای ریاضی. این را قراخانلی تعیین کرده بود. در نبودن او این یا ادامه می‌یابد و یا نه. این رو بینید. اینها رو کی فرستاده باشد؟ نافهم مصطفی کی هم میفرستد؟ با این گلهایت شرمنده کردی. انا به تو 1 ساله گل. درست. تا حال پولار نمیدوند که من پیشنهاد را قبول کردم. جنایت با کرد صادر کرده شده است که در خانه جنایتکار یافت شده است. پی خون در تنه کرد 100% به خون مقتول موافقت میکند. کدام قاتل کارد را به خانه‌اش برده توانست؟ اگر به دلیل ها نظر اندازیم قاتل اوست، اما بعضی چیزها نیز هستند که به دلیل ها خلل میرسانند. او میگوید که هیچ چیز را در یاد ندارد. او جنایت را رد نمی کند و نیز آن را اعتراف هم نمی کند. این یک وضعیت غیر عادی است. حب‌هایی که یافتیم یعنی؟ این خبرها در ترکیه استفاده نمی شوند، بخصوص در احاطه این شخص. آنها را با آسانی یافتن امکان ندارد و او نمی داند که آنها را از کجا گرفته است. جانان بیا این را معلوم کنیم. من کوشش میکنم. الیف به نزد آمده بود؟ هر روز می آمد. تشکر به او. امروز شما یک دیگر را ندیدید ها؟ یگان حادثه روی داده است. الیف هم با ما کار خواهد کرد. به شما برار می خواهم. ببخشید که شما را انتظار کردم.
میتوانیم که شروع کنیم. مرحمت. این وصیت غیر قانونی قراخانلی است. این را خودش نوشته است. من و قلیچ باشیم این را تصدیق کردیم. همه میدانیم که قراخانلی قسم زیادی ثروتش را به خزینه های زیادی خیر نموده است که آنها را خودش تشکیل کرده است. پدرم چرا این کارو کرد؟ تا اینکه از اندازها کنارگیری کند بانو صفیه. اگر این خزینه ها نمی شدند پول هم نمی شد. موضوع وصیت نه دولتی است که پنهانی بود، بلکه این است که قراخانلی عموما در حجتهایش ثبت نکرده است. برای آینده دخترش صفیه محمد قراخانلی تمام مال غیر منقول در کانادا، امریکا، امریکای جنوبی و دیگر کشورهای بحری، همچنین در قطعه های گوناگون عالم 18 نشان موجوده را به کفالت گرفت. همزمان او به دخترش 25% فایده سالانه شرکت‌هایش را در ترکیه و خارجه می سپارد. مادر این همه البته به ما تعلق دارد، لیکن این همه به من چی لازم؟ تمام مال غیر منقول باقی مانده نصیب بانو نرگس می گردد. او اگر زنده باشد این بند را می توان به نظر نگرفت، چون که قراخانلی وصیت‌نامه را هنگام بیماری بانو نرگس نوشته است. تمام 48 نوع مال غیر منقول به شما و مثل بانو صفیه برای زندگیتان 25% فایده جدا کرده شده است. به قلیچ قراخانلی باشد او تمام راهبری و در حیات تطبیق نمودن بندهای وصیت‌نامه همچنین 25% فایده سالانه را وصیت کرده است. 25% باقی مانده چی؟ 25% باقی مانده $1 میلیارد که در صورت حساب شخصیش در شویتزاریا و کاغذهای ارزشناک پنهان کرده شده است او به پسرش افی قراخانلی گذاشته است. $1 میلیارد؟ بله. وقتی که افی قراخانلی پیدا شود او صاحب این بایگری میگردد. خانواده اگر بخواهد آنگاه ناپدید شوی افی قراخانلی را اعتراف نموده یک قسم میراث را که به او تعلق دارد میتواند از طریق سود میان وارثان حاضرت تقسیم نماید. ناپدید شوی چی معنی دارد؟ افی قراخانلی در سن 1.5 سالگیش غیب زده است. اگر جسد بیدرک شده یافت نشده باشد خویشاوندان عریضه می نویسند و او را مرده اعتراف می کنند. نه هرگز، پسرم زنده است. من اینها رو در نزد در میگذارم. ارن آنها رو به نزد ماشین ببر. اوف. یک کار را 2 بار اجرا نکن باز خشمگین هم می شود. آدمان چیها را از سر نگذرانیدن این جناب باشد فکر میکند که در این دنیا بدبخترین است. تو در کجا بودی؟ تو در کجا بودی ها؟ ترسیدی که من میمیرم؟ نه، مرد در زندگی من نمیمیرد. آرام باش، برای گلها تشکر. من هم در خجالت میماندم اگر تو آن گلهایی رو که از صبح برایم میگرداندی به من تقدیم نکنی. به تو الکی گفتند. گذر.
با کار نوت تبریک میگویم. من با تو صحبت نکرده راضی شدن نمیخواستم، لیکن جناب نظامیدین اصرار کرد. بخیر باشد. همش همین؟ تو شام بند نیستی؟ نه. شاید خوراک شام میخوری. من با تو صحبت کردن میخوام. اگر این دفعه به عمل نآید؟ نه وعده میدیم همش به عمل میآید. یگان اثر موجود نیست. من تمام مکتب ها را تفتیش کردم بانو نسرین. جناب یحیی، او گفت که او را با دیگر نام نویس کرده است. من عکس ها و سنه را دادم، لیکن هیچ کس او را ندیده است. در این صورت او پسرم را به خارج برده است. او این کار را در چند روز چخیل انجام داده است. در این روزها هیچ کس با نام پولاد علیمدار و پوسد چقیر به خارج نرفته است. پس پسرم کجاست جناب یحیی؟ او اگر زنده باشد ما او را پیدا میکنیم بانو نسرین. ساموئل مرا در حیرت گذاشت. پلکچی مرا دستگیری میکرد و اگر نامزدیش را نمیگذاشت. فکر میکنم که نظامیدین دعوا میکند و ساموئل او را طرفداری میکند. من مقابل 2 آواز 3 آواز میگرفتم. همه یک دیگر را تفتیش میکنند جناب سیاه. همه نیروی را تفتیش میکنند که در مقابل قرار دارد. در این هر یک انسان را باور کنندن ممکن است، به خوبی هم به بدی هم. خیلی چقیب نمی نشیند. خلا میداند که تو در پهلوی من هستی. با نظامیدین صحبت کردن لازم. او یگانه شخصی است که با خوب مجبور نمیتوان کرد. بس همین او به ما لازم. اپلیکچی ترسانچک است. بله اپلیکچی ترسانچک است، لیکن او را سخت ترسانی. او به هستی همه ما خاتمه میبخشد. او در مورد همه و همه چیز آگاه است. هیچ کس نمیداند که او چقدر پول دارد. تونجای از فکرش میکردد. او به پولاد نزدیک است. در نبودن شما را دستگیری کرد، لیکن معلوم نیست که اون من با چی کار خواهد کرد. پولاد چی کاری که میخواست کرد من شنیدم. دیگر هیچ کاری کرده نمیتواند. موفق نخواهد شد. ساموئل اگر عقب نشیند آنگاه تو بران میشوی. ما در بران شدن تو کمک میرسونیم. قول داده ایم. ساموئل خودت گفتی که تو را انتخاب میکنند. همین خیل میشود. این کارها با آسانی حل نمیشوند، ولی انیق من انتخاب میشوم. ساموئل من میترسم. از چی میترسی؟ فکر میکنم به ما میارزد که بعد مرگ محمد خراخانلی همه رو پارتاییم و از اینجا بیرویم. چند سال باز مبارزه میبرم تا به این قله ها برسم. آیا میدانی سره؟ جایی ترس نیست. تو میروی ساموئل؟ بله من به شرکت میروم. برات صبحانه خوش لذت آماده کردند. غذای شام تیار میکنیم مادر. ساموئل بروقتر میاد. کارم تمام شود. شوهرت رو تو پس دروازه گسل بکن. هیچ عقل رو یاد نگرفتی. تا به اینجا رسیدنم تمام مغز سرم رو بیرون کرده ها بدین. چی کار کنم برادر؟ همه رو به تو نقل کردم. ما به غیر از جناب زیاد دیگر جایگزین نداریم. اگه این کاری من نیست، لیکن من به تو میگویم تو آخر بهتر از من میدونی که سری او چه خیل کار میکند. سفسطه گویی رو باز کن آبیدین. جناب زیا از همه تجربه ناکتر است. قلیش بعد مرگ خراخانلی خودش رو هیچ به دست گرفته نمیتواند. ساموئل چنین کارها را برده نمیتواند. طوری نگوی که گویا ما جایگزین دیگری داریم. اگه تو چرا نامزدیت رو پیشبری نکردی؟ تشکر. من چون این جای طلبی ندارم برادر.
البته جناب زیا خیلی با تجربه است، لیکن که دیپلماتیای درون نبوده رو جبران کی خواهد کرد؟ من البته. فراموش نکن عابدین، آدمان دویم همیشه شخصیت های اول را اداره میکنند. فهمیدم اکا. اداره کنی عابدین نیرو طلب میکند. لعنت به این ماشین های بارکش. او چرا ایستاد عابدین؟ تفتیش کنید. ایستا. اکا به خدا ما با این هیچ دخل نداریم، ما تنها رانندگانیم. اکا مول در اینجاست. خب برادر، تشکر. اکا این بازی کلان است. آخری این راننده بهترین من است. کی این همه رو تشکیل کرده است عابدین؟ آدمانمون در خدمات بخطری گفتن که آنها با این دخل ندارن، آنها نیستن. پس کیند آنها عابدین؟ تونجای کانترجی شما با ما میروید. شما خودتون کیستید؟ رویم میفهمید. مرحمت. کاری درست کردیم امتی. بچه ها را ترساندن لازم نیست، لیکن همه بگذار هوشیار باشن. من اونها را آگاه کردم اکا، لیکن باری دیگر تکرار میکنم. اکا تو از کی حمله را انتظار هستی؟ از همه بغیر از قلیچ. تو قلیچ را دستگیری میکنی؟ من حق آوازدهی ندارم، لیکن ما در همه بازی ها اشتراک خواهیم کرد. حالا درباره کدام یک مردی گفته بود؟ شاید او از محبس برآمده باشد. من میپرسم اکا. اکا تو حالا کمی روی؟ ما حتی نتوانستیم که سلامتیت رو پرسیم. چی گپ شد ارهان؟ هیچ گپ نشده است اکا. گپ زن ارهان. طوری که فرمایی اکا. فکر میکنم که احتمال علاقه با تو درباره همه کار نقل کردند. ارهان دخترک را بیار. من با او تنها یک بار نگاه میکنم و خلاص. اگر نگویم او برآمده میرود، لیکن بعد این تو اگر بار دیگر با او واخوری آنگاه خودت. خدا را شکر اکا. او که هاست که میخواهد با شما واخورد تا اینکه دستانتان رو ببوسد. تو اگر او را بینی نمیگویی که او زنی لهستانی است. او مثل صدبرگ زرد از پرتای خودمان است. اکا او را کی گرفته آرام؟ هر چی زودتر ارهان. خوب اکا هر چی زودتر باشد هر چی زودتر. کار امروزه رو به فردا گذاشته لازم نیست. با وزارت کارهای خارجی زنگ میزنم، هیچ کس جرئت نمیکند. تو با آنها چی میگویی جناب اندر؟ میگویی که خلا با تو است؟ البته نه، آنها با شرف تمام مملکت بازی میکنند. البته تو شاه زیمبابوه را به اینجا نآورده ای.
آنگاه ما آدمانی صاحب احترام شدیم. که فریاد زد که یافتم. او چی را یافت؟ در همان شستشوی میکرد و درون تشت آب نشست و قانه را کشف کرد. ارخیمید رو میگویی؟ این کلوه خود را ارخیمید میحسابد، چون یک بار دلچه آب را برداشت خودش را تواناترین میحسابد. شما این مسئله را چگونه حل میکنید؟ باوری دارم که در کوچه ماشینتان را نگاه میدارند. ما اولین بار نیست که با چنین کار رو برو میشویم اندر. اگر لازم شود خون هم میریزانیم. ما آخر کپ نیستیم. بانو ادوکات، من از روزی که خودم را دریا دارم می نوشم، لیکن در عمرم چون این مال را ندیدم. شما این داروها را از کجا گرفتید؟ نقل کردن شرم‌آور است، لیکن یک هفته پیش از این من سخت مست شدم و ما به چمبرلی تاش برآمدیم. من عادتا این کار را نمی کنم، اما وقتی که مست می شوم با دوستانم به سیر می برایم و ناگهان دیدم که یک سیاه‌زنی دستخلتاش را نظارت نمی کند. قرار دادم که عمل باید کرد. آن را چنگ زده گرفتم و از زینه پایه تخته فرآمدم. این روز بود یا شب؟ روز بود. آنقدر دشوار نبود. مردم ما دستخلتاش را چون کودکش نگاه می دارد. به او باشد فرقی ندارد. حتی پای نبرد و از پسم فریاد نبرداشت. شناسنامه و یا شهادتنامه نبود؟ دروغ نمیگویم. به فکرم در آن هیچ کدومی از اینها نبود. فکر کردم که عیناً از برای حبها او از پسم ندوید. این سیاه چرا به حجت سیر و گشت میکرد؟ پس من این چیزها را نپرس، خودم هم الکی در فکر در ماندم. چخیل آدمی سروندمندتری ترکیه نزد ستونی یاد بود خودش را با کارد من زد. نخود که هیچ چیز را در خاطر نداری؟ نه، در یاد ندارم به خدا، لیکن این همه از باعث هوا است. از دست آنها هیچ چیز را در خاطر ندارم. هیچ چیز را در یاد نداری؟ نه، در یاد ندارم، لیکن این همه از باعث هوا است. از دست آنها هیچ چیز را در خاطر ندارم. درآید. تو برو پسرم. بشینید جنابتون جای. این چه شرمندگی جنابتون جای. جنابی میتاد، این سوء زیدی من است. شما آخر میدونید که من چگونه انسانم. من هیچگاه با چنین کارها دخل نداشتم. من سالیان زیاد به دولت خدمت کردم. من اگر شما را نمیشناختم شما حاضر در اینجا نمی بودید. من خیلی در خجالتم. مرا دهشت فرا گرفته است که نام من در یک جمله با کلمه مواد مخدر آورده شده است. 3 کیلوگرم گراین از یک ماشین بارکش شما یافت شد. این را راننده ها و شاهدان تصدیق کردند. پرونده باز کرده شده است. از روی این پرونده شما تمام روزهای باقی مانده تان را در محبس میگذرانید. این سوء قصد است، تهمت است. جناب تونجای، شما از این خلاصی ندارید. من به پرونده سنه و رقم نگذاشتم. امیدوارم که شما دوستان صادق دارد. هستند، لیکن کی در چنین حالت به من کمک میرساند؟ من باور دارم که شما هرگز فراموش نخواهید کرد که کی به شما کمک میرساند. لیکن اگر فراموش کنید مجبور میشوم که سنه رقم گذاشته شود. این پرونده را به پروکراتور سپارم. کیست این آدم؟ من از تو تنها یک خواهش دارم پولاد. قاتلان محمد را پیدا بکن. این برای هممون ایام وزنین است.
هم قلیچ و هم ما خیلی غمگینیم. قلیچ به تو کمک میرساند. من تیارم. علاوه بر این باز یک کار دشواری هست که آن را باید قلیچ اجرا کند، یعنی بران شدن. البته تا زمانی که حاکمیت را به صاحب حقیقی به خودی همان قرخانلی به عفه نسپارم. شما فکر میکنید هنوز هم حاکمیتی بر آن وجود دارد؟ به فکرم محمد قرخانلی را آنهایی کشتند که او را بران ساخته بودند. این برای شورا دو معنا دارد. یکم، دوره شورا به آخر رسید. دوم، دوره اگر ادامه یابد بران را آنهایی انتخاب میکند که محمد قرخانلی را کشتند. من به این توجه ندارم پولاد. تو شاید راست میگویی. پس جستجوی قاتلان محمد از طریق انتخابات در شورا دایر میگردد. ما اگر ناکام شویم امکان زنده ماندن نمیدهند. من همه کار را میکنم تا شما پیروز گردید. озодӣ муборак, бародар Тунҷай. ташаккури зиёд. марҳамат, гузаред. ҳамин ки шунидам дахолат кардам. ман давлатро низ бовар кунондам ки бародар Тунҷай ба чунин корҳо даст намезанад. рӯи рост бигӯ самуэл, ту аз ман чӣ мехоҳӣ? аз ту чизе намехоҳам. барои худамон мехоҳам. қилич ва лазиё моро ба сӯи варта мебаранд. ту худат маро ба сӯи варта бурдӣ. ту ба ман таҳдид кардӣ. бародарият ҳамин аст? ин баронӣ аст, бародар. агар ман намешудам аз боиси як нофаҳмӣ ту ҳама чизатро аз даст медодӣ. мехостам ба ту ин мавридро нишон диҳам. агар ман барон нашавам, мо тамоми чизҳои доштаамонро аз даст медиҳем. айнан мисли ту, мисли қарахонлӣ. ту як парвандаи кушода дорӣ. бигзор тавре шавад ки ту мехоҳӣ. ту дасти рости ман мешавӣ, Тунҷай бародар. ман хуб медонам ки ту маро мефаҳмӣ. баъди амрико, гурҷистон, украина ҳокимияти қирғизистонро дигар карданд. доираро дар атрофи русия, туркия коҳиш медиҳанд. арманистон дар навбат аст, сипас ӯзбекистон. ҳама ин ба мо чӣ фарқ дорад? амрико тамоман минтақаҳои онҳоро ба даст меорад. мағлубияти русия маънои талафоти моро низ дорад. бар замин амрико фурӯши силоҳ ва маводи мухаддирро зери назорати худаш мегирад. این مرزها معنای کاهش گردیدن منبع‌های انرژتیکی را دارد. آمریکا می‌خواهد که منبع‌های انرژتیکی را به واسطه اداره کند. این امروز چون شوخی به نظر می‌رسد، اما روزی فرا می‌رسد که آمریکا انرژتیکای هندوستان و حتی خیتای را از یک کنار زمین تا به کنار دیگر کاهش می‌دهد. ما با آمریکا چیکار کرده می‌توانیم؟ ما دست بالای دست نخواهیم نشست. آنها ترکیه را باغ خودشان می‌حسابند. با آنها چنان نشان میدیم که آنها هرگز انتظار نخواهند بود. چون این امکانیت با مرگ قرخانلی پیدا شد، آنها به خودشان بران انتخاب کردن نتوانستند. لزیو چه خیلی میتواند که مدعی باشد اکرم؟ تشویش کشیدن لازم نیست. امیدوارم که او بران میشود. تو چه خیلی میتوانی که چنین فکر کنی؟ او اگر بران نباشد او را بران انتخاب نمیکنند. ما اگر چنین بران داشته باشیم در گردمان تنها دشمنان میشوند و خلاص. من دشمنی لزیه را از برانی سموئل افضلتر میحسابم.
امروز روزی بزرگ است نینا. تو از پول سیرات میگذری. برای من باشد دروازه‌های بهشت باز میشوند. تو در چی باره میگویی ارهان؟ من چیزی را نمیفهمم. پول سیرات چیست؟ هیچ چیزی دهشتناک نیست نینا. من تو رو با اکرم شناس میکنم. او اجازه داد که تو بیایی و دستانش رو ببوسید. من هیچ کس را نخواهم بوسید. چرا؟ تو در روز عید دستی من رو نخواهی بوسید؟ نه نمیبوسم. من چرا اون رو ببوسم؟ خوب مالش لازم نیست. چرا اون رو ببوسی؟ خودم به تو اجازت نمیدهم و دستم رو نیست نمیدهم. لباسی خوب و زیبا بپوش. تنها هیچ گونه دکولته نباشد. ارهان من با تو نمیروم. من خودم رو حاضر میپرونم. یک روی کردن لازم نیست. من روادید امریکایی رو علاقه گرفتم. تو باشی میگویی که به امریکا نمیروی. من لباسم رو عوض میکنم. بیرو. من به هیچ کجا نمیروم. بیرو. تو نفرت آور هستی. تو خشمگین شدی و این رو گفتی. من در پایان انتظار میشوم. تنها زود باش جانکی من. بیرو از اینجا. من به تو چه خیلی ضرب المثل و مقالهای ترکی را یاد داده میتوانسته باشم. من این رو بدارم چه خیلی میدارم. تو حیران شدی شیری من. ما نیز جوان بودیم و در روی این خرک زیاد می نشستیم. من یک نفر را انتظار بودم نه شما را. برای همین حیران شدم. همیشه ما را در حیرت تو می گذاری. و این را شما می گویید؟ در دنیا بسیار چیزها تغییر می یابند. چند سلاله و این جنگ ها را این مناره دختران دیده است. چند عصر. محمد خرخانلی را کی و برای چی کشت؟ من با او گفتم که نخرد، اما در اروپا معلوم می شود که همیشه گل بردن لازم است. نینا همین طور گفت. این همی خانم زیبا. بگیر و در گلدان گذار ارهان. او این را شخصا با که پلو تقدیم کردن میخواست. نه مهم نیست. من این را برای هم آوردم. امروز از چی باشد که همه گل میارند؟ البته دلت سخت میخواهد که هیچ کس به سلاح نآید و همه گل بیارند. لیکن دنیای ما چنین است. این گل ها برای منند ارهان؟ مرا گوش کن میرزاد. فکر نکن که این وضعیت رو زیدی من استفاده بری، وگرنه قصاص من سنگین خواهد بود. تو زن کلان است ارهان؟ دست خالته زنت رو نیز میبری؟ زنم کودکم رو حمل خواهد کرد. من باشم دست خالته او رو نخواهم گرفت. شرم نمیداره؟ گیر اینها رو در گلدان گذار. تو آخر دوست یکی میمتی بودی؟ نمیبینی آنها صحبت دارند؟ فیزیوتراپی برای ما نیست. در این حالت پایتون صحت نمی شود. آیا پیش چنین طبابت بود؟ شما در اینجا چی کار میکنید؟ شما در کجا با ارهان شناس شدید؟ تصادفاً.
ерҳан инсони хеле хуб аст. бале, ерҳан хуб аст. ман ҳоло ҳам дар Истанбул бегона ҳастам. ман қариб ки тамоман дӯст надорам. ерҳан маро бо одамон шинос мекунад. ӯ дӯсти хуб аст. дӯст? бале, дӯст. ва дигар ҳеҷ чиз нест ва буда ҳам наметавонад. чаро? ман муносибатҳоро дӯст намедорам. маълум нест ки акай пулот кай меояд. агар хоҳед биравед, сипас боз меояд. ман ба шумо халал расондам? не. ногуфта намонад ки шумо ҳатто метавонед ки дар ҳамин ҷо поятонро шифо бахшед. ту инро аз куҷо медонӣ? ман дар Полша таҳсил кардам барои барқарорсозии ҷароҳатҳои варзишӣ. хуб, мебинем. ту оила дорӣ? акай меъмати дар ҳаёташ зан намегирад. ӯ чунин меҳисобад ки баъзеҳо набояд зиндагӣ кунанд ва баъзеҳо набояд зан гиранд. ӯ ана чунин андеша дорад. ту бозӣ ба дорбознигарро медонӣ? не. таноб кашиданд то ӯ дар рӯи он роҳ равад ва баъд дуздон фарёд заданд. ба дорбоз нигаред, ба дорбоз нигаред мегуфтанд. ва вақте ки ҳама боло нигоҳ мекарданд, дуздон ҷайбҳои онҳоро холӣ мекарданд. як танга ҳам намонда ҳамаро бурданд. ин навбатбози дигар шуд. касе танобро бурид. дорбозу бошад афтиду мурд. дуздон акнун фарёд мезаданд: дорбоз мурд, дорбоз мурд, ва ҳама дар сари ҷасади ӯ ҷамъ омаданд. онҳо акнун нақша доранд ки хонаҳои онҳоро ғорат кунанд. тамоми кӯча, тамоми шаҳр, тамоми мамлакатро ғорат кардан мехоҳанд. дорбоз ва ғоратгарон аз кадом мамлакат буданд? ту медонӣ ки ман дар чӣ бора мегӯям. ман қарахонлиро огоҳ карда будам, лекин ӯ ба ин таваҷҷӯҳ накард. шумо ба ӯ чӣ пешниҳод кардед? ман ба ӯ дар бораи писараш нақл кардам ва ба ивазаш як чизи дигар хостам. ман аз ӯ пурсидам ки ин ғоратгарон кистанд? ки онҳоро идора мекунад гуфтам. ки онҳоеро идора мекунад ки танобашро мебуранд? ӯ барои чӣ бояд инро ба шумо нақл мекард? ӯ 30 сол ҳатто ба одами наздиктаринаш ҳам нагуфта буд. мегуфт агар медонист. яъне чӣ хел? онҳо чашмони дорбозонро мебанданд ва ба болои таноб мебароранд. ба ман ошкоро бигӯед. нерӯҳои таъсир аз нав сохта мешаванд, писарам. ҳам дар дунё, ҳам дар маркази дунё, ҳам дар дунёи ту. дар ин замон ҳама ба гӯши якдигар кимчиро пичирросанон мегӯянд ки ба охири замон монанд аз шеъри ман. ҳама кар мешаванд. ҳушёр бош. аз паси кирви назорат бар. ҳар касе ки хоҳӣ бош, лекин ту ба ин мамлакат лозим ҳастӣ, писарам.
خوش آمدی. کارها چه خیل؟ همش خوب است. از اسرائیل دیست که توی اونا اومد. چه خیل توی؟ توی دیبی. من با تلفنی گپ زدم و گفت که آنها ثبت کردن با ما فرستادند. این باید یک چیزی مخصوص باشد، خیلی شینم لیکن درخشان نباشد. اپا واهیمه کردی. این تنها یک خوراک شام است. انسانی که دویمو وا میخوری. با اکایی پولاد وا میخوری. لیکن علی آیا چیکار میکنی؟ هیچ کاری نخواهم کرد. تو هم به هیجان من شریک میشوی. وقتی در راه درمونیم بعد هیجان را میبینی. اپا دیر میکنی. در اینجا بشین و مرا عصبانی نکن. از باعث لقیدن هایت میتوانیم دیر کنیم. ببخشید لباس های شام در کجایند؟ در آشیانه پایان. تشکر. تو از پسم نیا ایرین. بهترش لباس های ورزشی رو از نظر گذارون. خوب؟ در همین جا انتظار شوم. بله در همین جا انتظار باش. خدا کند که خوراکشان برگزار شود. سارا این کار از دستم نمی آید. بیشین مادر من خودم بیرم. خوب. ببخشید. زنم با زنم چی حادثه رو داشت؟ طبیب را جغ زنید. التماس کمک رسونید. بهش رفتید. یاری تاجری را جغ زنید. کمک رسونید. شما چی انسان هایید؟ دستر کمک رسونید. یاری رسونید. زنم میمیرد. تو در کجایی الیف؟